با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، نوید بامدادی رو من شالوی گلخوجه تقدیم شما میکنم. سپاس میگم که با ما هستید و برایتان برار میخواهیم. امروز 17 مارت است و حالا توجه کنید به خبرها. حکومت روسیه اعلام کرد که با هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس از 18 مارت تا 1 می امسال ورود شهروندان خارجی و افراد بی شهروند را به قلمروش منع میکند. به این خاطر هزارها شهروند تاجیکستان که هر سال در ایام بهار برای کار به روسیه میرفتند نیز شاملند. اما قرار به دیپلمات ها، رانندگان ماشین های بارکشی بین المللی، سرنشینان هواپیما و کشتی ها، هیئت های رسمی، صاحبان سند اقامت دائمی در روسیه و همچنین مسافرانی که روسیه را به حیث مسیر ترانزیتی انتخاب کردن دخل ندارد. تا امروز در روسیه بیش از 90 مورد گرفتار شدن ساکنان با ویروس نو تصدیق شده است. دفتر مطبوعات حکومت روسیه 16 مارت گفت سروزیر میخائیل میشوستین پیش از اعلان تصمیم با همتایانش از چند کشور پساشوروی از جمله نخست وزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده صحبت تلفنی داشت. میشوستین به همتایان خود گفت که چاره‌های اندیشیده روسیه موقتی و در زمینه توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی است. این تصمیم در حال گرفته شده است که ماه‌های اپریل و می موسم بهاری رفتن مهاجران کاری تاجیک به روسیه است. اکثر آنها حق شهروندی یا سند اقامت دائمی روسیه را ندارند و این قرار راه آنها را به قلمرو این کشور موقتا بست. تا حال جانب تاجیکستان جزئیات صحبت سروزیر قاهی رسولزاده را با رئیس حکومت روسیه درباره چاره‌های پیشگیری از کرونا ویروس و مسئله بیش از 40 روز بسته شدن راه مهاجران را با آن کشور اعلان نکرده است. اما وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 16 مارت با نشر اطلاعیه از ساکنان خواست که موقتا از سفر به ازبکستان و قزاقستان خودداری ورزند و یا این کشورها را به حیث کشور ترانزیتی استفاده نکنند. در قزاقستان 9 و در ازبکستان 8 مورد گرفتار شدن ساکنان با کرونا ویروس تصدیق شده است. ازبکستان روز 16 مارت اعلام کرد که سرحدها را موقتا با کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان بسته، ارتباط هوایی و زمینی را قطع نموده است. به این دلیل شب گذشته دهها مهاجر تاجیک هنگام بازگشت از روسیه در مرز قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند و تنها بعد از 17 ساعت اجازه گذشتن را گرفتند. کرونا ویروس که آخر سال گذشته در چین کشف شد تا کنون در دهها کشور جهان به بیش از 160,000 نفر را سرایت کرد. باعث به مرگ بیش از 6,000 نفر شده است. مقامات کشورها میگویند کرونا ویروس نه تنها باعث به تلفات جانی شده است بلکه به اقتصاد کشورها نیز ضربه سخت زده است. ضمن مقامات تاجیک میگویند در تاجیکستان در یک شبانه روز از 5 تا 30,000 نقاب طبی استحصال می شود. استحصال در یک چند کارخانه های دوزندگی جمهوری به راه مانده شده است. در این باره معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میرحمودین کمالزاده به خبرگزاری دولتی خبر اطلاع داده است. در مورد استفاده درست نقاب‌های طبی کمالزاده ابراز داشته است پوشیدن آن تنها در جای‌های جمعیتی، داخل بناهای سرادن و نقلات جمعیتی توصیه داده می‌شود. سازمان عمومی جهانی تندرستی ذکر نموده است که نقاب‌های طبی از کرونا ویروس حفظ کردن نمی‌توانند ولی آنها خطر سرایت را کم می‌کنند. با توصیه متخصصان برای پیشگیری از کرونا ویروس باید هر یک نفر گیگین شخصی را رعایت نموده به پرده های لابی، بینی، چشم و دهان کمتر دست رساند. جایز به تاکید است که به قبل مقامات تاجیک تا امروز در تاجیکستان یگان حالت گرفتارشوی به ویروس نو به قید گرفته نشده است. در عرفه تصدیق اصلاحات قانون اساسی روسیه در دادگاه کنستیتوسیونی این کشور صدها دانشمند، ژورنالیست و کارشناسان ساحه عدلیه هشدار دادند که روسیه در رو بر روی یک بحران کنستیتوسیونی و تبادلات بردروغ حقوقی غیر کنستیتوسیونی قرار دارد. اصلاحات مذکور به ولادیمیر پوتین امکان میدهد که باز دو دفعه دیگر به کرسی رئیس جمهوری روسیه انتخاب شود. هشداری که 420 نفر امضا کرده است روز 16 مارت چند ساعت پیش از تصدیق این اصلاحات در دادگاه کنستیتوسیونی از طرف رادیوی اخ مسکوی به نشر رسید. این اصلاحات قانون اساسی را تا کنون تمام شوراهای منطقه ها، هر دو پالات پارلمانت و خود پوتین امضا کردند. بعد از تصدیق آن در نظرخواهی عمومی مردمی آن به حکم اجرا می‌دارد. در هشداری که نشر شد گفته می شود از نظر ساقط نمودن دوره‌های پرزیدنتی پوتین به او امکان می‌دهد یک کریر نو پرزیدنتی آغاز کند که کاملا غیر قانونی و از نقطه نظر سیاسی و اخلاقی غیر قابل قبول است. در ادامه هشدار مؤلفان در مورد اصلاحات فصل 3 و فصل 8 کنستیتوسیا که اصلاحات نیروهای فدرالی و حاکمیت محلی را مد نظر دارد اظهار نگرانی عمیق کردند.
سامانه پیام رسانه نزدیک به مخالفین توجیک خبر داد که روز 16 مارت به الهام یعقوبوف رئیس انجمن مجرمین آسیای مرکزی در اروپا و عضو پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است در شهر کاوناس لیتوا حمله شده است. یعقوبوف چند سال باز در آنجا کار و زندگی دارد. منبع نوشته یکی از دو حمله‌ور را دستگیر کردند. الهام یعقوبوف روز 16 مارت پس از بیرون شدن از اداره پلیس در صحبت با رادیو زدی گفت که عریضه او را قبول کردند و هویت و محل زیست حمله‌وران با او و ماموران پلیس معلوم است. اما نام و نسب این افراد را گفتن نمیتوانم چون که پلیس از من خواست تا انجام تفتیشات آشکار نکنم، ابراز داشت. او الهام یعقوبوف میگوید تشخیص نشان داد که او آسیب مغزی دیده، استخوان بینی و قبرغش شکسته است. در حالی که پلیس جزئیات حمله را آشکار نکرده، سامانه پیام آن را سوءقصد به جان رئیس انجمن مجرمین آسیای مرکزی در اروپا نامید. الهام یعقوبوف مجزن و قهرمان سابق آسیای مرکزی تا سال 2014 رهبر نمایندگی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود. با اطلاع خود یعقوبوف مقامات تاجیکستان سال 2016 پس از اشتراکش در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو نسبت به او بر اساس ماده 189 و 307 کودکس جنایی پرونده شدند. خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که صبح امروز خواننده صنف 6 مکتب تحصیلات عمومی رقم 60 شهر دوشنبه که به مکتب می رفت و روی آهن را عبور کرده است زیر چرخ لوکوموتیو مانده است. فاجعه در روی آهن پایتخت در نزد مرکز سودایی‌آور رخ داده است. نابالغ در جای نادرست روی آهن را عبور کرده است و راننده لوکوموتیو نتوانسته است از فلاکت پیشگیری کند. پسرچه از زخم‌هایش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیش آغاز شده است. و بینندگان عزیز، حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 9 سومانی و 72 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 83 درم ارزش دارد. امروز قرب روبل روسی نسبت به روز گذشته باز هم پایین‌تر رفته است، یعنی 129 سومانی و 50 درم برای 1000 روبل روسی تعیین کرده است. تشکر میگویم بینندگان عزیز که در این صبح پر وقت ما را همراهی کردید. ما با خبرهای بیشتر و گزارش‌های روز شما را در دوام روز منتظر خواهیم بود. روزتان با قرار باشد.